سلام و درود به همگی. امروز اومدم با خلاصه فیلم محکوم سال 2014. داستان این فیلم درباره کهنه سربازیه به اسم ری فرانسیس که بعد از برگشتن به کشورش تصمیم گرفته دیگه از ارتش بازنشسته بشه و با نامزدش کلی زندگی جدیدی رو شروع کنه. اون برای خواستگاری از کلی برنامه ریزی کرده و وقتی که توی پارک میبیندش ازش خواستگاری میکنه. کلی با خوشحالی قبول میکنه و همه چیز به نظر قشنگ و زیبا میاد. اما موقع ترک کردن پارک ماجراهای بدی شروع میشه. دو مرد با ماشین گرون قیمتی بهشون نزدیک میشن و یکی از اونها که اسمش تیمه رفتار خیلی بدی از خودش نشون میده تا توجه کلی رو جلب کنه. ری که از این رفتار عصبی میشه با اونها درگیر میشه. توی این دعوا تیم چاقویی بیرون میاره ولی توی یه لحظه همه چیز برعکس میشه و چاقو توی این درگیری به خود تیم برمیگرده و کشته میشه. حالا ری با اتهام قتل مواجه میشه و باید تصمیم بگیره که یا اعتراف کنه و مجازات سبکتری بگیره یا بجنگه و ممکنه سالها زندان بره. در نهایت تصمیم میگیره که اعتراف کنه تا به جای حکم سنگین فقط 18 ماه توی زندان باشه. اما داستان فیلم اینجا تموم نمیشه. پدر تیم یعنی همون مردی که کشته شده نمیتونه مرگ پسرش رو هضم کنه و دنبال انتقامه. اون میره پیش رئیس زندان جک موریسون و ازش میخواد مطمئن بشه که ری توی زندان به سختی روزگار رو میگذرونه و هیچ وقت فرصت آزادی پیدا نمیکنه. برای این کار به جک پول خوبی پیشنهاد میده و جک هم با این پول افراد زیر دستش رو به کار میگیره تا کارهایی رو که میخواد انجام بدن. ری که به زندان میرسه از همون اول میفهمه که قرار نیست زندگی آسونی توی زندان داشته باشه. نگهبانی به نام ریکو که ازش بدش میاد از اولین روز شروع به آزار و اذیتش میکنه. بعد از اون ری با رئیس زندان یعنی جک هم ملاقات میکنه و توی این دیدار مشخص میشه که ری توی عراق خدمت کرده و حتی مدال شجاعت هم گرفته. جک وانمود میکنه که میخواد ازش حمایت کنه ولی نقشه های شومی براش داره. روزها پشت سر هم میگذره و ری سعی میکنه با زندانی های دیگه کنار بیاد. درگیری های هم پیش میاد و ری تلاش میکنه که آروم بمونه و خودش رو کنترل کنه. توی این مدت اون توی کتابخونه زندان مشغول به کار میشه و با یه زندانی مسن‌تر به اسم دیوید آشنا میشه که بهش کمک میکنه توی کارش جا بیفته. با اینکه مشکلات و درگیری ها ادامه دارن، ری همچنان سعی میکنه خودش رو توی این شرایط سخت کنترل کنه و امیدواره که بتونه این دوره رو پشت سر بذاره و برگرده. ری وقتی توی سلولش داره دفترچه خاطراتش رو میخونه، یه دفعه نگهبان‌ها به رهبری ریکو میان سراغش و شروع میکنن به بازرسی سلول. وسط این بازرسی ریکو عکس نامزد ری رو پیدا میکنه و کارهای زشتی انجام میده، مثل اینکه عکس رو لیس میزنه و بعدش همون رو پاره میکنه. ری خیلی عصبانی میشه و دلش میخواد حسابی ریکو رو کتک بزنه. اما دوتا نگهبان دیگه به اسم ویکتور و فاکس جلوش رو میگیرن و نمیذارن کاری بکنه. ریکو حتی تهدیدش میکنه و میخواد کارهای بدتری انجام بده ولی ویکتور به موقع مداخله میکنه و مانعش میشه. ری که حسابی تحقیر شده میره دوش بگیره ولی اونجا هم دردسر دست از سرش بر نمیداره. یه زندانی قوی به اسم همر میاد و شروع میکنه به اذیت کردن ری. همر که از رفتارهای شجاعانه ری خوشش اومده، شوخی‌های ناجوری باهاش میکنه و ازش میخواد که دولا بشه تا شمشیرش رو تیز کنه. ری هم با مشت محکمی جوابش رو میده و دعوا بالا میگیره. ریکو دوباره وارد صحنه میشه و ری رو تا جایی که میتونه کتک میزنه. بعد از این اتفاق ری رو میبرن پیش جک موریسون، همون رئیس زندان. ری سعی میکنه توضیح بده که فقط از خودش دفاع کرده ولی جک اصلا گوش نمیده و با لحن مسخره میگه اینجا همچین چیزای عادیه. ری همچنان مقاومت میکنه اما نگهبانها چندین بار کتکش میزنن تا اینکه ویکتور دوباره جلو میاد و ازش میخواد بس کنه چون ممکنه ری رو بکشن. بعد از این ماجرا موقع نهار ری دوباره با چند تا زندانی توی کتابخونه برخورد میکنه. یکی از این زندانی‌ها جید یه پسر جوونه که فقط 18 سالشه. توی صحبت‌ها ری کم کم متوجه میشه یکی از زندانی‌هایی که قبلا باهاش درگیر شده هنوز دنبال دردسره و احتمالاً قرار اوضاع بدتری براش پیش بیاد. اینجا داستان به اوج هیجان میرسه. ری توی یکی از صحبت‌هاش متوجه میشه که یکی از زندانی‌هایی که اول کار باهاش دعوا شده همون کسیه که به نامزدش تجاوز کرده. این موضوع کلاً کنترلش رو از دستش میگیره و باعث میشه که به اون زندانی حمله کنه. چند روز بعد ری و جید برای کار به کارگاه زندان منتقل میشن. اونجا زندانی ها یه سری کالا درست میکنن تا یه درآمدی داشته باشن ولی باز دردسر سراغ ری میاد چون همر
همون زندانی قوی این بار با یک گروه از همدستاش به ری حمله میکنه، ولی ری هم بیکار نمیمونه و از تجربیات نظامیش استفاده میکنه و موفق میشه حسابشون رو برسه و اونها رو شکست بده. ریکو که از دور این درگیری ها رو میبینه به ری هشدار میده که هنوز تموم نشده و اوضاع میتونه براش بدتر بشه. بعدش ری رو میفرستن انفرادی تا بیشتر تحت فشار باشه و تنبیه بشه. وقتی دوباره به سلول خودش برمیگرده شرایط براش سخت‌تر میشه. نگهبانی به اسم ویکتور بهش پیشنهاد میده که اگه با مقامات زندان همکاری کنه شاید بتونه مدت حبسش رو کمتر کنه، اما ری همچین چیزی رو قبول نمیکنه چون نمیخواد به عنوان یک خائن شناخته بشه. چند هفته میگذره و ری میفهمه که زندانی‌ها و نگهبان‌ها همچنان قصد دارن فشارش رو بیشتر کنن. برای همین تصمیم میگیره نقشه‌ای برای فرار طراحی کنه. اون چند تا از زندانی‌های دیگر رو که بهش اعتماد دارن راضی میکنه که توی این نقشه کمکش کنن. با هم راه‌های فرار رو بررسی میکنن و یه زمان مناسب برای اجرا تعیین میکنن. شب عملیات ری و گروهش با دقت از نگهبان‌ها رد میشن و به دیوارهای بیرونی زندان نزدیک میشن. ولی درست همون موقع ریکو و نگهبان‌ها متوجه نقشه‌شون میشن و میان که جلوی اونها رو بگیرن. درگیری شدیدی بین ری و نگهبان‌ها رخ میده. ری با تمام توانش میجنگه تا هم خودش و هم همدستاش رو نجات بده. در نهایت ری موفق میشه از زندان فرار کنه، اما با وجود اینکه به آزادی رسیده هنوز در پی انتقام از کسانیه که اون رو به این وضعیت رسوندن. اون تصمیم میگیره به سراغ جک موریسون و دیگر مقامات فاسد بره تا عدالت رو با دستای خودش اجرا کنه. فیلم با صحنه هیجان انگیز و احساسی به پایان میرسه که در اون ری و نامزدش دوباره با هم میرسن، اما اون میدونه که برای همیشه در تعقیب مقامات و نگهبانانیه که در طول این مدت اون رو آزار دادن. اگه این خلاصه فیلم رو دوست داشتین خوشحال میشم که لایک و کانال رو سابسکرایب کنید.